سلام می‌کنم، خدا قوت میگم به همه همکاران پرتلاشم در پخش اخبار سیما. سلام و وقت بخیر هم میگم به محضر بینندگان محترم رسانه ملی، شبکه یک تلویزیون، شبکه خبر و شنوندگان محترم رادیو مقاومت که مثل همیشه صدای ما رو از استودیوی گفتگوی ویژه خبری دریافت می‌کنند. همونطوری که در خبرها دیدید و شنیدید، سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی حماس گفته در حال حاضر درباره مرحله دوم توافق هیچ مذاکره انجام نمی‌شود. حازم قاسم با تصریح بر این موضوع که رژیم اشغالگر مسئول تأخیر در آغاز مذاکرات مرحله دوم توافق غزه هست، اشاره کرده که رژیم اشغالگر می‌خواهد اسیران خود را بازگرداند، اما همچنان از متعهد شدن به پایان جنگ و خروج کامل از غزه تفره میره. بر اساس کلیات توافق آتش‌بس، رژیم صهیونیستی در مرحله دوم باید به طور کامل از نوار غزه عقب نشینی کنه و پایان جنگ اعلام شود. ما در گفتگوی ویژه خبری امشب می‌خوایم راجع به ابهام در مرحله دوم توافق آتش‌بس غزه صحبت کنیم. دو مهمان در استودیوی گفتگوی ویژه ما رو همراهی می‌کنند. جناب آقای دکتر کیومرث یزدانپناه، کارشناس مسائل بین‌الملل، به همراه جناب آقای دکتر احمد زارعان، کارشناس غرب آسیا. امیدوارم که برنامه‌ریزی کنید و ما رو همراهی بفرمایید. آقای دکتر، به شما سلام می‌کنم، خیلی خوش آمد. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت سرکارعالی آقای دکتر و بینندگان محترم شبکه خبر عرض سلام و شب بخیر دارم. آقای دکتر زارعان، خیلی خوش آمد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران محترم شما، بینندگان عزیز، جناب آقای دکتر یزدانپناه، و تبریک عرض می‌کنم حلول ماه مبارک رمضان. درود بر شما. اجازه بدید که با معرفی مهمانان و مقدمه‌ای که اشاره کردم از بینندگان محترم شبکه یک سیما خداحافظی کنم و دعوت کنم که آغاز این گفتگو رو در شبکه خبر و رادیو مقاومت با ما همراه باشید. خیلی متشکرم از اینکه همراه ما هستید. همونطور که در مقدمه اشاره کردم، ما در گفتگوی ویژه خبری امشب می‌خوایم راجع به ابهامات در مرحله دوم توافق آتش‌بس در غزه صحبت کنیم، علل تأخیر رژیم صهیونیستی برای ورود به مرحله دوم و موضوعاتی که این روزها در اصل حاشیه این موضوع مطرح هستش. مهمانان رو به شما معرفی کردم، جناب آقای دکتر یزدانپناه و جناب آقای دکتر زارعان، و در طول این گفتگو مهمان یا مهمانان دیگری به صورت تصویری و تلفنی به جمع ما ملحق خواهند شد. آقای دکتر یزدانپناه بپردازیم به کلیات موضوع توافق آتش‌بس در غزه و البته مهمترین عللی که الان رژیم صهیونیستی به اون نگاه میکنه و این تأخیرها رو در ورود به مرحله دوم که همونطور که در مقدمه هم اشاره کردیم پایان جنگ در غزه هست داره. خواهش میکنم. من ابتدا اجازه میخوام حلول ماه مبارک رمضان رو خدمت همه بینندگان عزیز، مردم عزیز ایران و همه مسلمانان جهان تبریک عرض بکنم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات در این ماه عزیز و خیر و برکتش برای همه مسلمانان. ببینید خانم امامی، قرار بود که آتش بسی که برقرار شده بود با توجه به عنوانش که آتش بس دائمی بود به صورت یک فصل الخطابی در سرزمین‌های اشغالی قرار بگیره و اساس و بنیان این آتش بس ختم بشه به پایان جنگ و درگیری در این منطقه و عقب نشینی ارتش رژیم صهیونیستی از کلیه اراضی تحت اشغالش در این مدت جنگ یک سال و اندی اخیر و به ویژه در نوار غزه. خب در واقع با توجه به بنیانهای این آتش بس که طرف مقابل رژیم صهیونیستی هم حماس بود و این توافقات با رهبران ارشد حماس و تشکیلات خودگردان صورت گرفت، مؤید این بود که شاید در واقع اینجا داره یه اتفاقی میفته که دیگه ما شاهد این سبک جنگ مخصوصا جنایات رژیم صهیونیستی در سرزمین اشغالی نباشیم. اما خب تجربه 7 دهه درگیری در سرزمین‌های اشغالی و جنایات بیشمار در واقع بدون هیچ قید و بند رژیم صهیونیستی نشان میداد که این آتش‌بس هم مثل خیلی از آتش‌بس‌های گذشته مورد تعرض رژیم صهیونیست قرار بگیره و در نهایت در اون پروتکل‌های تایید شده قرار نگیره و دوباره هنجار شکنی بکنه، ساختار شکنی بکنه و بزنه زیر میز. الان به نظر میرسه مسئله مرحله دوم آتش‌بس
به واسطه همین رفتارهای رژیم صهیونیستی بنابر دلایلی در حالی از ابهام قرار گرفته. من فکر کنم اولین دلیلش برمیگرده به مسائل داخلی رژیم صهیونیستی و فشارهایی که وجود داره و نتوانستن اون روند اقناعی که مردم خودشون رو متقاعد بکنن که این جنگ به نفع ما تمام شده دارن زمان میخرن. البته این جزء به اصطلاح سناریوی ثابت این رژیمه، همونجوری که حیاتش رو در بحران میبینه معمولا هم در جایی که احساس شکست میکنه سعی میکنه فرار بکنه، زمان بخره و این اتفاقات پیش بیاد. الان به نظر میرسه که عامل دومم برمیگرده به موضع‌گیری های رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ در مورد غزه که خب اینم بی تأثیر نبوده. شاید اتاق فکر رژیم صهیونیستی داره این گونه تصور میکنه که با توجه به اینکه ترامپ یه سنگی رو در تاریکی پرتاب کرده که غزه باید بشود یک منطقه گردشگری وابسته به ایالات متحده یا اصلا بخشی از سرزمین آمریکا در منطقه خاورمیانه، داره در واقع این رو زمان میخره ببینه آیا این حرف ترامپ مبنای نظری و یا مبنای عملیاتی اصلا وجهه عملیاتی به خودش خواهد گرفت یا نه، که به نظر میسه هرگز چه این اتفاقی نخواهد افتاد. مسئله سوم برمیگرده به در واقع فرسایشی شدن توان نظامی رژیم صهیونیستی. با همه در واقع تهدیداتی که دارن به لحاظ زمانی انجام میدن، اما بررسی‌های میدانی نشان میده که ارتش رژیم صهیونیستی آمادگی درگیری مجدد در سرزمین اشغالی رو نداره و اخیراً هم سطوح متعدد امنیت رژیم صهیونیستی توصیه کردن به رهبران این رژیم که سطح سیاسی رو فعلاً حفظ بکنن تا در واقع شرایط برای آزادی تمام اسرای اسرائیلی که در اختیار حماس هستن فراهم بشون و بعد اگر شرایط فراهم شد در واقع بسترها رو برای کنار کشیدن از آتش بس و یا برهم زدن قاعده بازی در سرزمین اشغالی دوباره فراهم بکنن. راجع به هر کدام از این سه سرفصلی که حضرت عالی اشاره کردید مفصل صحبت می‌کنیم. آقای دکتر زارعان، توافق آتش بس در غزه، گذران مرحله یک، علل تأخیر در آغاز مرحله دوم که اهداف کلی و کلانش پایان جنگ در غزه هستش. یه مروری داشته باشیم در مرحله اول، چالش هایی که در واقع رژیم صهیونیستی در اون گرفتار شد در مواجهه با برقراری آتش بس و ببینیم که رویکردش نسبت به ورود به مرحله دوم چگونه هست. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. خب ببینید، باید ابتدا بررسی کرد که رژیم تحت چه شرایطی و تحت تاثیر چه زمینه‌هایی آتش بس رو قبول کرد. خب رژیم به اهدافش در جنگ نظامی دست پیدا نکرد و به شدت در داخل سرزمین‌های اشغالی متهم شد به ناکارآمدی در اداره جنگ. به هر حال اهدافی رو تعیین کرده بودن که مهمترینش حذف مقاومت از غزه بود و خب این بحث آزادی اسراشون هم در اولویت‌های جنگیشون بود، اما نه در اولویت اول. خب این جنگ رو آغاز کردن، به این هدف دست پیدا نکردن. از سوی دیگر در معرض فشار شدیدی بودن در داخل از سوی افکار عمومی که چرا دولت در زمینه آزادی اسرا اقدام مؤثری انجام نمیده، در حالی که میداند از طریق نظامی نمیتواند اسرا رو آزاد بکنه. لذا تو این شرایط بود که به هر حال رژیم در عرصه نظامی دچار استیصال شده بود، از اون طرف هم در معرض فشار افکار عمومی قرار داشت، تن داد به این آتش بس و نکته قابل توجه هم اینجا این هست که حماس توانست شروط خودش رو در این آتش بس محقق بکنه. شروطی که از اول حماس مطرح کرده بود، خب رژیم صهیونیستی خیلی با این شروط موافق نبود، اما از سر ناچاری این شروط رو پذیرفت. اما همون موقع هم که این آتش بس رو پذیرفت، بخش‌های مهمی در جریان‌های سیاسی رژیم صهیونیستی مخالف این آتش بس بودن. از کابینه رژیم صهیونیستی 7 نفر مخالف بودند و بعد از پذیرش آتش بس 3 وزیر از کابینه استعفا دادند و وزرای دیگری تهدید به استعفا کردند و اعلام کردند اگر این آتش بس ادامه پیدا بکنه ما از در واقع دولت استعفا میدیم و طبیعتاً 14 کرسی از ائتلاف حاکم از این ائتلاف خارج میشد و دولت نتانیاهو سقوط میکرد. خب ببینید تحت تأثیر چنین شرایطی
نتانیاهو این رو پذیرفت و از اول هم میشد حدس زد که رژیم در این آتش‌بس صرفاً به دنبال آزادی اسراست. یعنی اصلا بحث خروج از غزه در چارچوب و پایان جنگ رو پایان جنگ و خروج از محور فیلادلفیا که یکی از ملاحظات اساسی مصری‌ها بود، رژیم به دنبال این نیست، چون به اهداف خودش دست پیدا نکرده و معتقده اگر وضعیت به همین شکل در غزه ادامه پیدا بکنه ممکنه 7 اکتبر دیگری رقم بخوره. از این جهت به نظرم میرسه که به دنبال گونه‌ای از آتش‌بس هست که اولا موقتی باشه، منجر به خروج نظامیان رژیم صهیونیستی از غزه نشه، رژیم صهیونیستی کماکان بتواند در غزه مداخله نظامی و در واقع اقدامات نظامی خودش رو علیه مقاومت انجام بده و به نوعی اگر آتش‌بسی هم محقق شد یک آتش‌بس با پایان باز باشه، به نحوی که هر وقت صهیونیست‌ها خواستن بتونن در واقع به غزه حمله نظامی بکنن، یا هوایی یا حمله زمینی محدود یا هر اقدام نظامی دیگر. دکتر، من صحبت شما رو کوتاه کردم به جهت ارتباط اسکایپی و تصویری که داریم با لبنان. آقای حسینی خبرنگار صدا و سیما در لبنان ارتباطمون باهاشون برقرار هست. آقای حسینی به شما سلام می‌کنم، وقت شما بخیر باشه. وضعیت تأخیر شروع مرحله دوم آتش‌بس در غزه، رسانه‌های منطقه حالا مشخصا با توجه به نکاتی که کارشناسان در استودیو اشاره کردن، وضعیت میدانی رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی به چه صورت هست که او رو در واقع وارد نمی شود به مرحله دوم که در نهایت پایان جنگ در غزه اعلام شود؟ سلام شما بخیر. من صحبت‌های کارشناسان محترم برنامه رو شنیدم. حالا شاید چیز بیشتری نتونم اضافه بکنم. ما مذاکرات قاهره شکست خورده. منابع صهیونیستی الان به این موضوع اشاره می‌کنند که ادامه سیاست نتانیاهو برای وقتکشی و در واقع کارشکنی در مذاکرات آتش‌بس ممکن هست مشکلات بیشتری رو برای باقی مانده اسیران صهیونیست در غزه فراهم بکنه و همین موضوع به اختلافات درونی در جامعه صهیونیستی و در سطوح سیاسی رژیم بیشتر دامن خواهد زد. اما فراتر از این اتفاقات رویدادی که الان داره میفته، اون چیزی که باعث شد که اصل رژیم صهیونیستی با یک مشکل جدید و جدی الان روبرو بشه این هستش که مقاومت فلسطین، مشخصا حماس و جنبش جهاد اسلامی، در روز آتش‌بس دقیقاً یک ظهور کاملا مقتدرانه داشت و این برنامه آمریکا و رژیم صهیونیستی رو برای مرحله بعد از جنگ یا روز بعد از جنگ در غزه و چشمانداز غزه، هویت غزه برای مرحله بعد از جنگ کاملا به هم ریختن برنامه رو و به چالش جدی کشاند این موضوع رو. در عین حال نتانیاهو بعد از آمدن ترامپ و بعد از سقوط نظام بشار الاسد در سوریه احساس میکنه که یک نفس تازه گرفته و در عین حال برخی محافل صهیونیستی و حالا محافل در واقع از نگاه صهیونیستی محافل به مراکز راهبردی، یعنی جایی که اندیشه دارن و فکر میکنن، نگران هستن از ریسک بالای نتانیاهو، به این معنی که نتانیاهو داره به سمتی میره که ممکنه رژیم صهیونیستی هر آنچه دارد رو و هر آنچه به دست آورده رو کاملا از دست بده. این اختلاف وجود داره در میان صهیونیست‌ها که چه راهی رو انتخاب بکنن، یا برن به سمت روند عادی سازی روابط با رژیم‌های باقی مانده عربی که همچنان با رژیم صهیونیستی روابط علنی ندارند و رسمی، و رژیم صهیونیستی در پشت دیوارهای حائل خودش رو تقویت بکنه در موضع دفاعی. نگاه نتانیاهو برعکس هست. نتانیاهو فرار به جلو رو انتخاب کرده و ما شاهد این سیاست نتانیاهو در کرانه باختری اردن، در داخل فلسطین و همچنین در سوریه هستیم. الان کسانی که مخالف نتانیاهو هستن این موضوع رو اعلام میکنن که این سیاست نتانیاهو بسیار خطرناک هست، چون اگر یک انفجار گسترده در داخل فلسطین، در کرانه باختری اردن و غزه و همچنین فراتر از داخل فلسطین در محیط پیرامونی فلسطین در سوریه و حتی ممکنه با لبنان دوباره روی بده، ممکن هستش که اصل موجودیت رژیم صهیونیستی
با یک چالش و بنبست جدی روبرو بشه که دیگه حتی کمک‌های پیمان ناتو، کمک‌های آمریکا هم نتونه به رژیم کمک بکنه. به هر حال نتانیاهو برای باقی ماندن خودش نیاز داره به ایجاد تنش و موضوع غزه موضوعی هستش که سر این موضوع الان نتانیاهو داره بازی میکنه و اون اتفاقی که در مراسم تحویل اسیران رژیم صهیونیستی هی داره میفته و نمایش قدرت حماس رو ما داریم میبینیم، برای نتانیاهو مشکلی است، یک بحران جدی هست، به این معنا که پایان جنگ غزه یا اعلان پایان این جنگ همونطور که موجب برکناری و استعفای تمام سطوح امنیتی به نظامی این رژیم تا الان شده، موجب سرنگونی نتانیاهو خواهد شد. نتانیاهو ادامه بحران رو برای حیات سیاسی خودش تازه می‌بینه. خیلی متشکرم از توضیحات شما آقای حسینی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در لبنان. در این ارتباط تصویری با ما بودید. با شما خداحافظی می‌کنم. آقای دکتر یزدانپرست، برگردیم به نکته‌ای که آقای حسینی بهش اشاره کردن، بی‌نتیجه ماندن و شکست مذاکرات قاهره، وقت‌کشی رژیم صهیونیستی. از این وقت‌کشی و برگشت به نقطه صفر رژیم صهیونیستی چه سودی میبره؟ ببینید، مذاکرات مصر که از قبل هم مشخص بود به سرانجام نخواهد رسید. یعنی همین که در واقع بعد از این مذاکرات ما سکوت مقامات عالی رتبه آمریکایی به ویژه شخص آقای ترامپ رو داریم، نشان میده که در واقع ماهیتاً اصلا چنین طرحهایی در این بازه زمانی، نه تنها این بازه زمانی، حتی برای 50 سال آینده هم در این منطقه اصلا جواب نمیده. این یعنی برمیگرده به این که اصالتاً و ذاتاً اگر قرار بحرانی در این منطقه مهار بشود، باید فلسطینی‌ها به رسمیت شناخته بشوند. یه نکته اساسی است که به نظر من گیر مقامات اسرائیل هم در همین مسئله است که اگه قرار به رسمیت شناخته بشود کشور فلسطین با چه شکل و شمایلی، با کدام ویژگی‌ها، این یک بحث اساسی است که ما نباید ازش غفلت بکنیم. مسئله دوم هم اینه که برمیگرده حالا اون ضعف‌های رژیم صهیونی سر جای خودش، این تشتتی که در واقع در حوزه نوار غزه و سرزمین‌های اشغالی وجود داره. به هر حال تشکیلات خودگردان ازش انتظار میره که الان در این شرایط بسیار حساس تاریخی در واقع وحدت رویه‌ای رو با نیروهای حماس، رهبران حماس، سایر رزمندگانی که اینجا جانانه برای سرزمینشون داره میجای باید به وجود بیاد. اگر نیاد، این میتونه بهانه بده به رژیم صهیونیست. استاد این کار هستن که از این تشددها بدترین سوء استفاده ها رو بکنن. خب ممکنه سه تا مسئله اتفاق بیفته: بازیابی شیوه مجدد ترور رهبران حماس. این یکی از نکاتی است که به نظر من باید دوستان اونجا متوجه این موضوع باشن. مسئله دوم در واقع ارزیابی این که آیا رژیم صهیونیستی میتواند دوباره مثل همین 15 ماه گذشته با این حجم و با این گستردگی به سرزمین‌های اشغالی مخصوصا نوار غزه عملیات گسترده انجام بده. قطعا حداقل اینه که برای یک بازی زمانی مشخص اینم امکان پذیر نیست، چون اون پشتوانه‌هایی رو که قبلا داشته انجام میشد الان انجام نمیشه از سوی متحدان اصلیش از جمله آمریکا. درسته که ترامپ به لحاظ بمباران رسانه‌ای همه غمش رو گذاشته برای حمایت از اسرائیل، ولی ترامپ واقعی این گونه نیست. در واقع حساب 2 تا 4 تای همه جوانب رو داره. و مسئله سوم که در واقع در این زمینه خیلی مؤثر هست و میتونه تعیین کننده باشه، در واقع ارزیابی توان نظامی رزمندگان حماس و مقاومت در سرزمین‌های اشغالی است. اسرائیلی‌ها در تمام مدت میگفتن ما حماس را از بین بردیم، اما به یک باره مواجه شدن با حجم گسترده‌ای بسیار سازمان یافته، هدفمند، مجهز و انگار نه انگار که اینها 15 ماه تمام دارن زیر شدیدترین بمباران‌ها و حملات نظامی رژیم صهیونیستی در اون منطقه بسازن. خب این در واقع بازنمایی قدرت واقعی رزمندگان حماس هم معادلات رژیم صهیونیستی رو به هم زده. یه نوعی پرخاشگری و عصبانیت در سیستم روانی سیاسی تصمیم گیری رژیم صهیونیستی به طور واضح در این زمینه الان مشاهده میشه. یعنی در واقع هم این رو متوجه شدن. این مسائل باعث میشه که در واقع اگر یک اتفاق نظری در سرزمین‌های اشغالی میان رهبران سیاسی، نظامی و امنیتی فلسطینی‌ها وجود داشته باشه، اینا به خوبی میتوانن آتش بس رو مدیریت بکنن، برن وارد فاز دوم، تازه در فاز دوم با قدرت بیشتری
در واقع بیان اهداف فلسطینی ها را در تحقق آتش بس و صلح و در نهایت به رسمیت شناختن اونها انجام بدن. این به نظر من یکی از ضروریاتی است که امروزه در سرزمین‌های اشغالی دیده میشه. ما به ریشه تاریخیش هم برگردیم، همین مسئله است، چون بالاخره ریشه تاریخی این موضوع مال یک روز دو روز یک سال دو سال نیست، بلکه قرن‌ها تداوم داره و به نظر من این مسئله است که باید در روند ابهام زدایی مرحله دوم آتش بس نیروهای فلسطینی به بهترین شکل ممکن ازش استفاده بکنن. آقای دکتر زارن اشاره کردید در سوال قبل به موضوع محور فیلادلفیا، یک مسئله و موضوع اختلافی حالا در مسیر آتش بس غزه، اونطور که رژیم صهیونیستی اعلام کرده در مسیر آتش بس و بر اساس پیش بینی هایی که شده بود، رژیم صهیونیستی از محور فیلادلفیا خارج نخواهد شد. چرا برای رژیم صهیونیستی این محور پر اهمیته؟ بله، خب ببینید، رژیم یکی از راهبردهای اساسیش محاصره 360 درجه غزه هست. یعنی غزه رو هم از سمت جنوب که محور فیلادلفیا هست، هم از سمت غرب که محور دریا هست و هم از سمت شرق و شمال که سرزمین‌های اشغالی هست بتونه به صورت 360 درجه محاصره بکنه. خب برآورد صهیونیست‌ها این هست که اصلی ترین راه در واقع تجهیز و تسلیح مقاومت محور فیلادلفیا هست و اون مرزی هست که غزه با صحرای سینای مصر داره و خیلی تأکید دارن که بتوانند کنترل این منطقه رو و این محور رو که حدود 12 کیلومتر هست به دست بگیرن و بتونن به هر حال این محاصره رو تکمیل بکنن. البته خب بر اساس توافقی که در گذشته بین مصری‌ها و رژیم صهیونیستی بوده، خب طبیعتاً کنترل این محور باید به دست مصری‌ها و طرف فلسطینی، یعنی اون تشکیلات خودگردان باشه. خب به هر حال یکی از شروط این آتش بس ترک و تخلیه محور فیلادلفیا و البته محور نتسارین که غزه رو به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم می‌کرد، تخلیه این دو محور توسط رژیم صهیونیستی بوده. به هر حال صهیونیست‌ها نمیخوان این محور رو تخلیه بکنن، ضمن اینکه به شدت به دنبال تداوم حضورشون هستن در غزه، به ویژه بخش‌های شمالی، به ویژه بخش‌های شرقی، و به هر حال معتقدن اگر آتش بس مرحله دوم اتفاق بیفته که بر اساس طرح آتش بس در مرحله دوم بعد خروج کامل نیروهای رژیم صهیونیستی از غزه اتفاق بیفته، این یک شکست بزرگ و راهبردی برای رژیم صهیونیستی خواهد بود. کما اینکه اسموتریچ وزیر دارایی رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود اگر رژیم بخواد مرحله دوم رو اجرایی و عملیاتی بکنه، در واقع کابینه استعفا میده و زمینه سقوط دولت فراهم میشه. این از اون در واقع ملاحظاتی هست که صهیونیست‌ها به شدت ازش احساس نگرانی میکنن و به همین دلیل نمیخوان تم بدن به مرحله دوم آتش بس و بیشتر به دنبال تمدید مرحله اول هستند. یعنی کمک‌ها و محموله‌های امدادی وارد بشه، محموله‌های سوخت وارد بشه و تبادل اسرا اتفاق بیفته. و اتفاقا نگرانی حماس هم این هست اگر قرار باشه مرحله اول تمدید بشه و اسرا بعد از تبادل اسرا، بله، بعد از تبادل اسرا عملاً اصلی ترین ابزار حماس که همین اسرا هستن برای دستیابی با اون آتش بس دائم و توقف کامل جنگ، حماس این ابزار رو از دست میده و خب به هر حال اون اتفاقی که نباید بیفته، خدای نکرده ممکن اتفاق بیفته. این همون ملاحظه ای است که حماس داره و نگرانی هست که محور مقاومت از این ناحیه احساس میکنه. علیرضا کمیلی، کارشناس و تحلیلگر مسائل غرب آسیا، هم به صورت تلفنی به جمع ما اضافه شدن. آقای کمیلی، به شما سلام میکنم، شب شما بخیر باشه. با توجه به علل تأخیر ورود رژیم صهیونیستی به مرحله دوم، چشمانداز توافق آتش بس در غزه رو چطور میبینید؟ من سلام عرض می‌کنم خدمت شما کارشناسان محترم و بینندگان عزیز. همونطور که کارشناسان محترم اشاره کردن، چند معادله در هم پیچیده شده. من فکر می‌کنم یکی از چیزهایی که رژیم دنبالش بود این بود که با سفر نتانیاهو به آمریکا و هارتوپورتایی که ترامپ انجام داد و اعلام خطر جنگ فراگیر و آتش و اینها، حماس رو به عقب نشینی وادار بکنه. حماس ایستادگی کرد، تونست بخش عمده‌ای از آن توافقی که انجام شده بود رو انجام بده و به نتیجه برسونه و همین که نترسیدن از سر و صدا و تهدیدهای ترامپ تونسته اینا رو
در اون موقعیتشون حفظ بکنه. و اون موقعیت چی بود؟ موقعیتشون اعلام قدرت حداکثریشون و اصلا تغییر تصویر غزه، یعنی غزه‌ای که خراب شده و تبدیل به ویرانه شده رو با کارهایی که در بحث تبادل اسرا کردن تغییر دادن و این برای نتانیاهو معنای جز شکست در این جنگ رقم نزد این اتفاقات. لذا فکر میکنم که چیزی که ما در پیش رو داریم بیش از آن که طبعا ترامپ یا حماس میداندار باشن، نتانیاهو این وسط داره بازی میکنه تا بتونه این تصویر رو به هر نحوی عوض کنه. اگر تهدید ترامپ میتونست حماس رو به عقب برونه شاید معادلات عوض میشد، ولی به دلیل ایستادگی که کردن و اینکه نترسیدن از این تهدیدها الان دچار یه بحران کرده این مرحله رو. من فکر میکنم که احتمالاً ما با یه تعویق توی مدتی در بحث تبادل اسرا و اینکه تمدید بشه بخش اول یا وارد مرحله دوم بشن مواجه خواهیم بود در آینده نزدیک. خیلی متشکرم از تحلیل و توضیح شما جناب آقای کمیلی، کارشناس و تحلیلگر مسائل غرب آسیا. آقای دکتر یزدانپناهی، در روزهای گذشته وقتی مرور میکنیم اخبار غزه رو میبینیم که در مورد اداره غزه طرح‌های مختلفی ارائه شده، مثلا طرح کوچ اجباری دونالد ترامپ، یا بعدش اگر نگاهی بیاندازیم طرح کنترل غزه توسط سازمان ملل یا مصری‌ها در ازای بخشودگی بدهی‌ها. از طرف دیگه میبینیم که جنبش حماس مخالفتش رو با هر گونه مدیریت غیر فلسطینی اعلام میکنه. آینده اداره غزه با وجود این طرح‌ها و بازیگرانی که میخوان نقش آفرینی کنن چطور هست؟ ببینید، تجربه نشون داده کنشگران فلسطینی که در سرزمین‌های اشغالی هستند تنها در برگیرنده نوار غزه نیست، بلکه کل جغرافیای سرزمینی فلسطین و اصالتاً ذلت رو نمیپذیرند و این همه تهدیدات رو تا الان تجربه کردند و در واقع خودشون رسوندن به این نقطه بسیار حساس. به نظر نمیرسه و شما ببینید وقتی جنگ شروع شد صدها هزار نفر، حدود 37% مردم غزه رو ترک کردن، ولی به محض اینکه آتش بس برقرار شد ویرانه‌های غزه رو ترجیح دادن به هر نقطه‌ای از جغرافیای پیرامون خودشون. بالاخره وطنشونه، یعنی تمرکز اینها باید ابتدا روی فلسطین واحد باشه. مرکزیت فلسطین هم خب به واسطه تراکم جمعیتی که در نوار غزه وجود داره بر این منطقه باید باشه. اساساً هر گونه از این طرح‌ها فقط برای این هستش که در واقع به مرگ بگیرن تا طرف مقابل به تبع راضی بشه. همین طرح مصر در واقع یه طرحی بود که اساساً اینها بیان به واسطه اون عادی سازی رو که در پیمان ابراهیم در بوق و کرنا کرده بودن در دولت قبلی ترامپ و عقیم مانده بود الان به مرحله نهایی برسونن. درسته که متاسفانه کشورهای عربی در طی دهه‌های اخیر اینجا خیلی زود فریب خوردن و اینم به ضرر کل منطقه اسلامی تمام شده دیگه، یعنی تنها فلسطین نیستش که. اما این دفعه این هوشیاری و به اصطلاح اعتماد به نفسی که برخی از این کشورهای عربی از جمله همین مصر برای خیلی تحت فشاره ولی خب داره مقاومت میکنه، یا اردن علیرغم اینکه در واقع پادشاهش سفر کرد به واشنگتن با آقای ترامپ مذاکرات داشت ولی تسلیم نشد در نهایت. همه اینها مؤید این هستش که غزه باید فلسطینی و با اصالت فلسطینیان باقی بماند. این نبرد یکی دو روزه نیستش که از 1290 قبل میلاد تا به امروز این نزاع و کشمکش استمرار پیدا کرده، ریشه دوانده و به هر حال اینا برای حقوق مسلم خودشون دارن مبارزه میکنن. مبارزشون هم بسیار مقدس، ارزشمنده که نه کسی اینا رو نکوهش میکنه نه کسی سر. الان شما افکار عمومی جهانی رو رها بکنید همه اینها میان پشت فلسطینی ها میستن. این خب یه نکته عطفی در تاریخ بشریت است دیگه و در واقع اصلا گاهن تاریخ سیاسی رو معکوسش میکنه، برخلاف اون چیزی که حاکمان، حکمرانان و یا رهبران سیاسی در واقع یا دیکتاتورها و مستبدها دنبالش هستن، نه این قضیه رو منتفی میکنه. برای من اون چیزی که مسلم هست، نکته که آقای دکتر اشاره کردن در مورد بحث همین تمدید مرحله اول آتش بس همین نگرانی رو القا میکنه. اون بخش منفعل سیاسی حاکم در سرزمین‌های اشغالی که به نام تشکیلات خودگردان شناخته میشه، این بخش مبارز و در واقع به شدت قهرمان رزمندگان حماس هست
که از جان و زندگی و هستیشون میگذارن برای سرزمینشون. نباید در واقع این تشتت اونجا به گونه‌ای پیش بره که آتش‌بس مرحله اول تمدید بشه، چون واقعا هم اسرائیلی‌ها دنبال این هستن به محض اینکه اسراشون آزاد شد هر اقدامی ممکنه از اینا سر بزنه. هرچند من تاکید دارم که در واقع اینا اون توان نظامی که با اون شدت و عدتی که در مرحله اول جنگ داشتن در این مرحله نخواهند داشت، اما به هر حال باز در واقع چون هیچ چیزی جلودارشون نیست، پایبند هیچ یک از ضوابط و مقررات بین‌المللی نیستن، هیچی را اصلا به رسمیت نمیشناسن، ممکنه دوباره سرزمین‌های اشغالی گرفتار همین ناآرامی‌ها، ناامنی‌ها و تشدید آوارگی فلسطینیا باشه. بنابراین اینجا نه تنها در واقع جنبش حماس و سایر گروه‌های سیاسی فلسطین، بلکه یک بار هم که شده کشورهای عرب منطقه متحد بشوند و در دفاع از فلسطینی‌ها اجازه ندن که در واقع اون چیزی که به نفع رژیم صهیونیستی است و تجربه هم همیشه نشان داده در واقع از آب گلالود ماهی گرفته و با بحرانی کردن شرایط اهداف خوش پیش برده دوباره این اتفاق بیفته، چون اسرائیل میدونه که تمام هنرش فقط در ایجاد آشوب و بحران و جنگ هست که تا بقای خودش رو استمرار بده. غیر از این واقعا هیچ ابزار دیگری ندارد و اگر حمایت دولت‌های غربی به ویژه آمریکا نباشد، از اساس این رژیم میتونه در کمترین زمان ممکن از هم بپاشه. ما زمان داریم، یه حدوداً 7-8 دقیقه زمان داریم. من برگردم به ارتباط تلفنی با آقای کمیلی و مجددا از محضر ایشون یک سوال رو پرسش کنم. آقای کمیلی، با آغاز آتش‌بس در غزه ارتش رژیم صهیونیستی خبری رو منتشر کرد با این عنوان شروع یک عملیات بزرگ در کرانه باختری با عنوان دیوار آهنین. مستقر شدن تانک‌های اسرائیلی رژیم صهیونیستی به شمال کرانه باختری بعد از 23 سال با چه هدفی صورت گرفته و میگیره؟ اصل ماجرا این بود که از قبل از اینکه بخواد آتش بس بشه پیش بینی میشد و در تحلیل‌های مختلف مطرح شد که گزینه بعدی رژیم جنین، کرانه باختری و اردوگاهی است که درش درگیری هست. علتش این بود که خب این شکستی که در غزه خوردن و خب این قدرت نمایی که به صورت مضاعف حماس انجام داد باید یه جای جبران میشد. استراتژی ترامپ هم میتونست با این هدف رژیم کنار هم قرار بگیره که در تسخیر بیشتر زمین‌ها خصوصا در کرانه باختری اتفاق بیفته و یک دستاورد ظاهری خلق بکنه برای اینها، بتونن بحث معامله قرن رو جلوتر ببرن، بتونن بحث درک‌سازی رو جلوتر ببرن و یه فشاری رو بیارن. و خب این صراحت ترامپ در دور جدیدش مبنی بر اینکه باید فلسطینیا غزه و کرانه رو تخلیه بکنن دیگه وقاحت رو از حد گذرون. یعنی قبلا اگر در یک لفافه‌ای مطرح میشد خیلی صریح مسئله مطرح شد، خب تندروهای رژیم هم با این مسئله همراهی کردن، هرچند اعتراض همه کشورهای دنیا رو حتی اروپایی‌ها رو در پی داشت چون نقض آشکار همه قوانین بود. به نظر میرسه که میخواد یک جبرانی داشته باشه روی اتفاقی که در غزه افتاده. غزه امروز 3 تا سرمایه داره: یک مسلحینی که با مجاهدینی که نشون دادن قدرت دارن، 2 مردمی که این گونه ایستادن و ما بعد از حتی آتش بس شاهد تظاهرات و اعتراضات و این بحثا نیستیم و همراهی حداکثری مردم با مجاهدین و شهدای خودشونو دارن میبینن. و سوم هم خب اسرایی است که در اختیارش به هنوز رژیم رو مجبور میکنه تو معامله قرار بگیره. لذا به نظر میرسه که اون جبرانی است بر شکست غزه. درسته. یه نکته هست، حالا پنجشنبه گزارشی منتشر شده است توی ارتش رژیم صهیونیستی که ارتش به شکست کامل خودش در جلوگیری از 7 اکتبر که مرگبارترین حمله در تاریخ اونها بوده اعتراف کرده. فکر میکنید این گزارش در روند این مذاکرات چقدر تاثیرگذار هست، مذاکرات آتش بس؟ بله، امروز بعد از پایان ظاهری جنگ و در شرایط فعلی چند تا بازخوانی داره اتفاق میفته در داخل رژیم. این همون نقطه نگرانی داخل رژیم نتانیاهو به طور خاص هست که باعث میشه دنبال بهانه‌ای برای تداوم این جنگ باشه. یکی همین گزارش اخیر بود که اعلام میکرد به طور صریح 10 ساعت اساساً هیچ کنترلی بر مرز نداشتیم و تا 10 ساعت حماس تونسته هر کار دلش بخواد اونجا انجام بده و شکست داده ما رو و اون اتفاقات افتاده و خب الان داره بازخوانی‌های اتفاق میفته. این بازتابش در فضای سیاسی
داخلی خیلی پررنگه. ببینید الان بعد از ماجرای تا موقعی که جنگ وجود داره بالاخره همه منتظر نتیجه‌اند که چه اتفاق میفته. الان قدرت نمایی حماس در ماجرای اسرا و به اصطلاح گفتگوهایی که درباره پایان این ماجرا داره اتفاق میفته داره جمع‌بندی میشه. در داخل رژیم همین جمع‌بندی اتفاق افتاده و استعفاهایی که داره داده میشه و اعلام علنی اینکه ما شکست خوردیم داره به یک نقطه پایانی میرسه که برای آینده سیاسی نتانیاهو یک نقطه بحرانی محسوب میشه. آقای کمیلی پشت خط ارتباطی ما باشید. یه جنبندی خیلی کوتاه هم در پایان از مسئله شما خواهم گرفت. فکر می‌کنم 5 دقیقه زمان داشته باشیم تا پایان گفتگو. آقای دکتر زارعان، با توجه به حالا موضوع آتش‌بس غزه، وضعیت آتش‌بس در لبنان، آنچه که ما در این گفتگو اشاره کردیم از رژیم صهیونیستی چه در میدان چه در عرصه کابینه سیاسی خودش و وضعیتی که الان در داخل خودش گرفتار هست، فکر می‌کنید که چقدر احتمال شکننده بودن آتش‌بس یا بهتر بگیم شعله‌ور شدن جنگ در لبنان و غزه محتمل هست؟ بله، خب از همون ابتدا هم میشد حدس زد که این آتش‌بس شکننده‌ای هست. حتی در آغاز دور اول این آتش‌بس میشد این رو حدس بزنیم. ضمن اینکه خب در اثنای مرحله اول هم بارها نتانیاهو مذاکرات برای مرحله دوم آتش‌بس رو به تعویق انداخت. به نظر میرسه که روی کار آمدن ترامپ در آمریکا هم به نوعی مؤثر هست در اعتماد به نفس کاذبی که در ترامپ ایجاد شده و همچنین فشارهای اون جناح جنگ طلب و راستگرای افراطی که نتانیاهو رو تحت فشار قرار داده و خب به هر حال آینده سیاسی نتانیاهو به تداوم بحران و جنگ وابسته شده. بنابراین به نظر میرسه که این آتش‌بس و همین روندی که تحت عنوان روند آتش‌بس شناخته میشه یک روند شکننده‌ای هست و خب مقاومت باید برای هر گونه سناریوهای آمادگی لازم رو داشته باشه. آیا تو یک دقیقه یک جنبندی؟ من به نظرم میرسه در واقع در تایید و تکمیل فرمایشات دو بزرگواری که اظهار نظر کردن، این پدیده ممکنه متأثر دو عامل اصلی باشه. یکی مسائل داخلی خود رژیم صهیونیستی که البته حتی من این رو خیلی فراتر از بقای عدم بقای آقای نتانیاهو میدونم و حتی کابینه‌اش. مسئله دوم به سبک و سیاق برخی از تحولات مهم جهانی و این که در واقع فعلا آمریکا متمرکز شده روی مسئله روسیه و اوکراین تا ببینه اون وضعیت چگونه پیش برود که آیا آمریکا در آغاز جنگ مجدد در سرزمین‌های اشغالی با توجه به اون شعاری که ترامپ هم میگه حماس در آینده غزه جایگاهی ندارد، آیا همراهی راهبردی هم خواهد کرد، پشتیبانی نظامی کامل خواهد کرد، تسلیحات دوباره در اختیار رژیم صهیونیستی قرار خواهد داد یا نه؟ اگر این اتفاق بیفتد بله احتمال حتی حمله گسترده زمینی دوباره به غزه وجود داره. مهمتر از اون شناسایی و ترور رهبران حماس هست و در واقع تخلیه کردن باقی مانده توان نظامی نیروی حماس که این به نظر من در این مسیر و در این روند قابل پیش بینی است. آقای کمیلی یک دقیقه جنبندی خیلی کوتاه. جبهه شمالی احتمال درگیری رو خیلی کم می‌بینم، اما در غزه همونطور که کارشناسان محترم اشاره کردن ما با سناریوهای متفاوتی مواجهیم به دلیل پیچیدگی بیش از اندازه ماجرای هم جهانی هم داخل رژیم هم منطقه، ولی باز فکر میکنم که این اگر هم به درگیری منجر بشه درگیری محدودی خواهد بود، چون حماس ثابت کرده که هنوز توان رزم خوبی داره. خیلی متشکرم آقای کمیلی، کارشناس و تحلیلگر مسائل غرب آسیا، از تحلیل شما. آقای دکتر زارعان، آقای دکتر یزدان پناه، خیلی متشکرم از حضور و تحلیل شما راجع به ابهام در مرحله دوم آتش‌بس غزه که در گفتگوی ویژه خبری امشب راجع بهش صحبت کردیم. همونطور که اشاره کردیم سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی حماس عنوان کرده که در حال حاضر درباره مرحله دوم توافق هیچ مذاکره‌ای انجام نمیشه و حازم قاسم اشاره کرده بر این موضوع که مسئول تأخیر در آغاز مذاکرات مرحله دوم توافق غزه رژیم اشغالگر صهیونیستی است و اشاره کرده که او به دنبال این هست که اسیران خودش رو بازگردانه و همچنان با متحد بودن در باره پایان جنگ و خروج کامل از غزه متعهد نیست و درباره این موضوع تفره میره. متشکرم از اینکه امشب هم ما رو همانند شب‌های گذشته همراهی کردید. متشکرم از مهمانان این برنامه و سپاسگزاری از شما. شب بخیر و خدا نگهدار. خیلی ممنون.